خبرنگاران در روز آزادی بیان با یک لحظه سکوت خاطره 8 خبرنگار افغان را که در یک حمله انتحاری روز 30 اپریل در کابل افغانستان جان باختند پاس داشتند. گفته شد که فاجعه اخیر نشان دهنده واضح خطرناک بودن کار ژورنالیستان است. فعالیت خبرنگاران نه تنها در افغانستان جنگ زده بلکه در کشورهای آرام منطقه هم مشکل تر می شود. نسبت به چند سال قبل وضع تغییر خورده، یعنی که خودسانسوری وجود دارد، اما دسترسی به اطلاعات پرابلم شده است. با قول این خبرنگار به دلیل بحران مالی برخی نشریه ها هم از چاپ ماندند. خبرنگاران هم به سبب وضع بحرانی ترک ژورنالیستی کردند یا تاجیکستان را ترک گفتند. از دولت تاجیکستان خواسته شد که به این وضع توجه کند. ما همه درک میکنیم که باید تدبیرهای برای بهبودی کار رسانه ها اندیشیده شود. در تاجیکستان وضع مطبوعات را خوب کردن ممکن است، هم از لحاظ سیاسی هم آموزشی. با گفته سازمان‌های حامی آزادی بیان تا آخر سال 2017 در تاجیکستان 4 رسانه خبری مستقل با دلایل مختلف از جمله مالی و سیاسی بسته شدند. 20 ژورنالیست ترک کسب کردند. اکثریتشان گفتند که گزارش‌های انتقادی و فشار با آنها سبب شده است که از این رسالت مهم خود دست بکشند. اصلا افراطگرایی از اون چه سر می شود که وقتی تو محدود می کنند. وقتی یک نفر در فعالیت خود در عقیده خود محدود می شود و خواه نخواه قدم می گذارد به سوی افراطگرایی. پیشگیری یک کار بد با راه زوری، با راه مجبوری هیچ وقت به نتیجه خوب نمی‌تید. دولت تاجیکستان همچون یک جزء جامعه جهانی حقوق و آزادی‌های انسان را در اساس مقامات تاجیک میگویند برعکس در تاجیکستان برای فعالیت خوب رسانه‌ها هم از زمینه‌ها موجودند. محدودسازی برخی از رسانه‌ها هم در دایره قانون عملی می‌شود. تنها به مقابل انتشار اطلاعات داغ واکنش می‌نماییم. بعضی سامانه‌های اینترنتی و یا شبکه‌های اجتماعی که عقیده‌های بعضی حزب و گروه‌های افراطگر و تروریستی رو ترویج می‌کنند و وضعیت جوری امنیت دولت در منطقه رو مرکب می‌سازند، بیشک شوراهای ضروری می‌اندیشند. سازمان گزارشگران بدون مرز امسال تاجیکستان را در شاخص بین المللی آزادی بیان در بین 180 کشور در مقام پایان 149 هم گذاشته است. این زمان در تاجیکستان بیشتر از 370 نشریه دولتی و خصوصی، 243 مجله و 75 رادیو و تلویزیون و 11 خبرگزاری فعالند. در نشست شهر دوشنبه 150 خبرنگار و نمایندگان سازمان‌های مطبوعاتی از ازبکستان و ترکمنستان و قرقیزستان و قزاقستان شرکت کردند.